طالبان تمام جمهوری، کسانی که امروز با خلق همراه هستند، در کمک خلق هستند، هزار رحمت به شما. و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند، با بانه‌های گریختند، امروز روزی سختی در همراه خلق نیستند، گریختند، با بهانه‌های در هر یک کنج بجا شدن. باور که من شرم می آید. با کدام وجدان امروز خلق با این فرمای ما احتیاج دارد؟ نه که گرفته در کیم جا بجایی. دکتر رحمت‌الله ممکن است اینا فعلش موسفید نفقخر 4 شبونه روچی پیش نبیره ها فرزندا خونه نرفته. نفقخر این عیب نیست که دختران جوان از کار میترسند. این عیب نیست. روزادار است، روزادار. ایمونیتت میگه پس باشه میگریزن. ایمونیتت این سفید پس نیسته. امروز در بر ما جوانان همین سفید چخته. 4 شبانه روز در 4 شبانه روز 8 ساعت خواب کرده. در 96 ساعت کاری 8 ساعت خواب کرده. همین کسکل همین اچکی بکش، همین مردم قهرمان خود شبا بینن، رنگ دیگرها بزیلوری نگریزن. ما در خلق خدمت میکنیم انشاءالله با خواهش الله همین سختی ها همین چیز رو میرویم. ما باور داریم که دیگه توان همچون من با خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق سلامت باشید. من شما را بگردم رحمت کلام باید چگونه مخوید این همه تینجی میشه و انشاءالله همه تینجی میشه. تو روزی دیگه میای من تا سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی؟ امروز بعضی طبیب های ما خدمتی صافدلانه کردن، امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان، و آنها شفای کامل شفای عاجل میگم. رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با تب بلند در بسترش لگن. هزار رحمت برای خدمت های شما. از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جای جمعیتی به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر چند قدر که میتونیم از دور ما میرسه به شما خدمت میکنیم. ما شما را دوست میداریم مردم، ما شما را دوست میداریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر